این تراکتور پت در دهه حوض. برابر ما در دهه حوض قرار داریم. از خوجه پاک راست به دهه حوض آمدیم و در نزد مسجد جامع این ده قرار داریم. و این تراکتوری که میبینید نامش مردمی محلی پت میگویند. اصلا T16 یا T80 نام دارد این تراکتور. این آبک زلال رو میبینید. آبی حوض است که به کشتیرانی به جاری است.